این پرتابگاه بزرگ در کنار شهر دوشنبه بزرگترین در تاجیکستان است. 40 سال است هر روز به اینجا هزاران تن پرتاب می‌آورند. با گفته کارمندانش اگر ظرف‌های پلاستیکی اینجا را دوباره کارکرد کنند برای احتیاجات 10 ساله کشور کافی است، ولی کسی به این کار جدی مشغول نمی شود. ساکنان اطراف از اینجا ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورند و به چند کارخانه خردی کارکردی پرتاب می‌فروشند. در کارخانه ما از 4 ناحیه‌های شهر دوشنبه پرتاب‌های سخت معیشی وارد می‌شود توسط همین تکنیک‌های مخصوصی پرتابکشانی. در یک شبانه روز از 120 تا 150 ریس وارد می‌شود، از 750 تا 1000 تن. تقریباً 10 سال است در تاجیکستان درباره کارکرد صنعتی پرتاب‌ها صحبت می‌شود، ولی اکنون مقامات برای رسیدن به این هدف کمر بستند. در جمهوری تاجیکستان حاضر استراتژی ملی اوید اداره‌کنی پرتاب‌های سخت معیشی تهیه کرده شده ایستاده است و در بررسی قرار دارد که در آن تمام پهلوهای این سمت به حساب گرفته شده است، از جمله واردات تکنولوژی نو و کارکرد آن. در تاجیکستان 24 کارخانه خردی کارکردی پرتاب هست که با تجهیزات قدیمی کار میکنند. اکثریت به آهنگودازی و استحصال خوله مشغولند چون کاری آسان است. کارخانه آرمان یکی از کارخانه‌های کمشمار است که در برابر آهن، رزین، چوب و دیگر پرتاب‌های طبیعی را کارکرد میکند. از پرتاب‌های طبیعی نوری استحصال میکنند و 1 متر مکعب آن را $7 میفروشند. رزین و شیشه را به کارخانه‌های داخلی میفروشند. مشکلی اساسی در تاجیکستان موجود نبودن صنعت درست کارکرد ظرف و بسته‌های پلاستیکی است که تجزیه نمی‌شوند و محیط زیست را آلوده و ویران می‌کنند. اگر این مسئله را به زودی حل نکنند، تاجیکستان در داخل ظرف‌های پلاستیکی نفسگیر می‌شود. حاضر در شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، شهر وحدت و شهر خوجند کارخانه‌های کارکردی پرتاب‌های پلاستیکی هستند، لیکن طلباتی که امروز جمهوری به آن دارد قانع کرده نمی‌توانند. در تاجیکستان ضرورت تقسیم و حفظ جداگانه پرتاب هم پیش آمده است که کارکرد دوباره آن را آسان و کم خرج می‌کند، ولی کی در تاجیکستان به تقسیم جداگانه پرتاب می‌گذرند معلوم نیست.